زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 35 ساله بودند، قریش تصمیم میگیرند که کعبه رو بازسازی بکنند، چون که سیل اومده بود و جداره های کعبه رو آسیب زده بود و سنگ هاش هم سست شده بودن. کعبه چون که در قسمت پایین قرار داره، اطرافش کلا کوهه. حالا اگر باران شدید به مدت طولانی بیاد، سیل جاری میشه به سمت کعبه. همچنین یک زنی داخل کعبه بخور زده بود، آتیش بخور تو کعبه افتاد و کعبه هم آتش گرفت. خب این عوامل سبب شد که قریش تصمیم میگیرن کعبه رو بازسازی بکنن، اما کسی جرئت نداشت که بیاد ابتدا کعبه رو خراب بکنه که بیان بازسازی بکنن. یعنی همین رو امر عظیمی میدونستن، کسی جرئت نداشت، میترسیدن ممکنه که خدا خشم بگیره. تا اینکه ولید بن مغیره میگه بهشون که درسته ما میخوایم کعبه رو خراب بکنیم، ولی قصدمون، هدفمون خیره، میخوایم بازسازی بکنیم، نمیخوایم که خراب بکنیم و بریم به امان خدا، بلکه میخوایم خراب بکنیم که ترمیم بکنیم، بازسازی بکنیم از نو. پس کارمون خیره، الله عزوجل خشم نمیگیره. اما کسی جرئت نداشت بازم. خاطر همین خود ولید بن مغیره کلنگشو بر میداره و میاد شروع میکنه به خراب کردن کعبه. خب مردم باز میترسن کمکش بکنن، میگن ممکنه که خدا خشم بگیره و صاعقه بیاد و او رو آتش بزنه. اما دیدن که اون روز ولید بن مغیره کارش انجام داد، چیزش نشد، ولی باز هنوز دارن میترسن، میگن ممکنه که خدا خشم گرفته، شب یک بلای سرش بیاد، پس ما صبر میکنیم، فردا صبح چی میشه؟ شب بلای سر ولید بن مغیره میاد نمیاد، تکلیفمون مشخص بشه. خب مردم میرن به خانه هایشان و آن شب میگذره. صبح میبینن که ولید بن مغیره صحیح و سالم کلنگشو برداشته و دوباره میخواد کعبه رو خراب بکنه که بعدها بازسازی بکنن. خب مردم گفتن که حالا دیدیم که خدا راضیه، چیزش نشد دیگه، حالا میان کمک میکنن. خب کعبه رو سنگاش که خراب میکنن، میرسن به اساسش میبینن که سنگهاییه که سبز رنگه، به اندازه گلوی شتر عرضشه و در هم فرو رفتن، مثل دوتا ماری که در هم خودشونو میپیچن. یکی از اونو کلنگشو زد وسط این سنگ ها و حرکت داد. به دنبال این حرکت زمین لرزه اومد و کل مکه رو به لرزه در آورد. دیگه اونا ترسیدن و متوقف شدن. میگن که این پایه ها و اساسی بوده که ملائکه گذاشتن، یعنی چنین گفتن سیرت نویسان. بعد از روی همین میان بازسازی میکنن و به هم دیگر میگن که پولی که میارید برای کمک همش از راه حلال باشه، دیگه پولهای ربا نباشه، مهر بغی نباشه، یعنی اون چیزهایی که برای کاباره میدادند و از اون پول میگرفتن، اینها نباشه، پول حلال باشه. خب میان بازسازی میکنن تا اینکه میرسن به حجر الاسود. خب در اینجاست که قبایل قریش نزاع میکنن با هم دیگر که هر کدام میخواد این افتخار نصیبش بشه که خودش حجر الاسود رو سر جای خودش قرار بده. قریش هم چون که به قبایل مختلف تقسیم میشن، قبیله بنی هاشم، بنی عدی، بنی تیم، بنی سهم، بنی زهره، قبایل مختلفن. خب هر کدام هم میخواد این افتخار نصیبش بشه، حجر الاسود خودش بذاره. به توافق نمیرسن با هم دیگر تا اینکه نزدیک
درگیری بینشون اتفاق بیفته اینجاست که ابو امیه مخزومی که یکی از بزرگان قریشه میاد وساطت میکنه و میگه که صبر میکنیم، هر کسی که وارد این دار الندوه شد، یعنی اون اتاق که دار الندوه بوده، هر کس اولین نفری که وارد شد او حکممونه، حکم میکنه، به حکم او راضی میشیم. خب اونو قبول کردن، صبر کردن تا اینکه در باز شد، دیدن که محمد صلی الله علیه و سلم وارد شده. همه خوشحال شدن و گفتن که او محمد امینه، همه ما قبولش داریم، یعنی امانتدار هست، قبولش هم داریم، راست میگه، تایید کردن. یعنی بعدها که رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری میرسه خیلی از اینا تکذیبش میکنن، اما اینجا دارن خودشون شهادت میدن که امانت داره و ما راضی هستیم به حکم او. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یک پارچه بیارن، پارچه را آوردن به زمین گذاشت، حجر الاسود را با دستان مبارکشون بر روی پارچه قرار داد و گفت که هر کدام از سران قبایل یک گوشه از اون را بگیرن. اونا گوشه رو گرفتن، بالا آوردن تا نزدیکی هایی که جای حجر الاسود، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم با دستان مبارک خودشون حجر الاسود رو در جای خودش قرار دادن و این افتخار نصیب رسول الله صلی الله علیه و سلم شد و این شرف بزرگیه. و همچنین هم رسول الله صلی الله علیه و سلم این کشمکشی که بینشون میخواست اتفاق بیفته و خونی بریزه، رسول الله صلی الله علیه و سلم با درایت خاصی که داشت آمد و فیصله داد این نزاع و کشمکش رو و همه راضی شدن. خب قریش ساختمان رو که بالا بردن، حجر اسماعیل که الان میبینیم یک دایره شکل، این جزء کعبه است، اما چون که پول حلالشون دیگه نرسید، گفتن پس به اندازه نیم تن انسان، خب به اون اندازه بلندش میکنیم تا اینکه بعدها حالا یا خودشون یا کسان دیگر بیان و تکمیل بکنن، بالا ببرن. بخاطر همین اون نیم دایره‌ای که میبینیم حجر اسماعیله، اون هنوز هم همونطور باقی گذاشتن، یعنی دست نزدن. این علتش همین بوده که این جزء کعبه است، این داخل کعبه است، ولی چون که پول حلالشون نرسید که خواستن که دیگه مشخص بشه، همین دیوار کشی کردن به همین اندازه، به اندازه نصف تن انسان. و کعبه هم بلندترش کردن نسبت به قبل، چون که زمان ابراهیم علیه السلام کعبه اولا که فقط سنگ بوده، سنگ خالی، دیگه با چیزی مخلوط نشده بوده که محکم باشه، فقط سنگ خالی بوده و سقف هم نداشته و اندازه یک قامت و انسان، یک قامت یک دست انسان تقریبا یک کمی بلندتر بوده و 2 در هم داشته و درش هم دیگه هم سطح زمین بوده. اما قریش میان دیوار رو بلندتر میکنن، به 18 ذرع میرسونن، ذرع از اینجا تا اینجا 1 ذره، به 18 ذرع میرسونن و یک درش رو میبندن، فقط یک در رو باقی میگذارن و بلندترش میکنن از سطح زمین، خیلی بلندتر میکنن از سطح زمین. خب حالا علت این بوده که بلندتر کردن از سطح زمین و یک در قرار دادن، یکی این که سیلی که میاد دیگه تو خانه خدا نره، یعنی به خاطر این بلندتر کردن، و دیگر هم این که هر موقع خواستن کسی رو داخل بذارن بیاد و کسی رو منع بکنن، یعنی دست خودشون باشه که هر وقت که بخوان فلانی رو اجازه بدن داخل بیاد یا فلانی اجازه نداره، یعنی دست خودشون باشه. به خاطر همین خیلی بلندش کردن و به این ترتیب
در زمان قریش، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 35 ساله بوده، کعبه بازسازی میشه